دو رو ما میزنیم، 6 بار ر رو میزنیم، 7 و 8 رو دیگه میایم روی می و فا. سلام و درود دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال ارگ برتر. بنده رضا هستم و اینجا اومدیم که امروز این آهنگ قشنگ رو یاد بگیریم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش اصلی این آهنگ، ممنون میشم اگه ویدیو رو دوست داشتید یه لایک کوچولو بکوبید رو صفحه و سابسکرایب بکنید. بریم برای ادامه ویدیو. خب دوستان، این آهنگی که ما الان میخوام بهتون یاد بدم آهنگ چی دارم اسمش آهنگ مهربونیت قشنگه از همیراس، یا آهنگ فوق العاده زیباه و اینکه خیلی باحال. این آهنگ واسه مجالس و عروسی اینا همه میتونید بزنید و نیازی به پرحرفی من نیست توی آموزش این آهنگ. همه این سوالایی که شاید واسهتون پیش بیاد رو من جواباشو دادم، از جمله بزرگ بودن کلاویه ها و بودن اعداد موسیقی روی کلاویه ها و اینکه تنظیمات این بخش، تنظیمات تمپو و اینها. خب قبل از اینکه هر کاری کنیم اول میایم همیشه ریتم آهنگ رو انتخاب میکنیم، بعد ساز آهنگ، بعد دستگاه آهنگ. خب امروز یه آموزش هم داریم، یعنی آموزش به اصطلاح تنظیمات ارگ در کنار آهنگی که میخوام امروز بهتون یاد بدم، که اون نکته رو در ادامه ویدیو بهتون میگم. خب ما دستگاهی که در این آهنگ استفاده میکنیم دستگاه نوا، اینجا انتخابش میکنیم، یه دمو ازش میشنویم. صدای خیلی خوبی داره دستگاه نوا، یعنی ساختار پیچیدگی دستگاه نوا خیلی خوب و عالی هستش. خب حالا بریم سراغ سازی که ما باش آهنگ رو زدیم. ساز ما ساز فلانگر هستش. توجه داشته باشید دوستان، من از نسخه پولی برنامه استفاده نمی کنم و امکانات برنامه همونطور که میبینید برای من هم قفله و اینجا نسخه VIP نداریم، ولی اگر به 1000 تا برسیم، به 1000 تا سابسکرایب برسیم، من نسخه VIPش که چیزی حدود 40,000 تومانه رو رایگان در کانال تلگرام واسه همتون میذارم، میتونید از اونجا دانلود کنید و استفادهش رو ببرید. خب این هم ساز فلانگر. حالا ما اینو میزنیم، یه ذره صداش بمه. چیکار میکنیم؟ میایم از قسمت اکتاو یه دونه میبریم بالا، میشه به همین راحتی. خب حالا نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم اینجاست، یه نکته فوق العاده کلیدی. ما که ریتممون همون بندریه، ریتم ما همون بندریه. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ این ریتمی که ما میشنویم یه آکوردی باید همراه با ریتم بیاد، یه آکورد مانندی باید همراه با ریتم بیاد که ما این رو باید از این قسمت فعال کنیم که الان بهتون میگم. ما روی قسمت تپ میزنیم و این ظاهر واسمون باید باز بشه توی نسخه اصلی برنامه. وقتی که این واسمون باز شد، خیلی ببخشید، اینو ما میایم از قسمت دوباره اینو میذاریم روی ساز اصلی خودش. خب این که باز شد، ما باید یه نگاه کنید، این چرت اسکان روشن میکنید. شما وقتی که روشن کنید یه بار دیگه میزنید روش که حالت فول قرار بگیره و ما وقتی که ریتم رو میزنیم روی قسمتی که روی نوا هستش روی دی ام میزنیم، یه جلوه خاصی با آهنگ میده که من میخواستم اینو بهتون یاد بدم. میتونیم عوضم بکنیم. توجه داشته باشید، من هر وقت که روی اینا کلیک میکنم پلی میشه و به خوندن ادامه میده. خب وقتی که ما اینو روی این چیز گذاشتیم دیگه اینجا اینو خاموش میکنیم که روی خود همین اجراشه. حالا وقتی که وسطای آهنگ قبلیه رو که از این بالا لینکش میاد رو که نگاه میکنید، میبینید که وسط آهنگ یک کلینا میزنن یا مثلا یا همین چیزا، مثلا خب اینا لوپه. خب لوپ ها رو از قسمت ساوند لوپ که همینجا هستش میزنید روش و اینجا لوپ های مورد نظر میاد.
من از کل، از هل 2 و کل 5 زیاد استفاده کردم تو این آهنگ. خب حالا این باید در همین حالت بمونه که ما بتونیم استفاده بکنیم دیگه. اون که آکوردش روی اون ریتم بود، اینم حالا باید روی این بمونه که ما همزمان مثلا این حالتی باشه. نکن مثلا به همین شکل ما همزمان با اون شروع کنیم به خوندن. این اکتابش هم میاد پایین، احتمالاً تنظیم نیست. بله خب بریم، من آهنگ رو میزنم و بعد میگم بهتون که از کجا تا کجا پهنای نوتی آهنگ هستش و آموزش‌های مربوط به همزمان زدن هل و کل و اینا رو هم بهتون یاد میدم. فقط در قسمت دیسکریپشن لینک ویدیوهای دیگه هم گذاشتم و اونجا میتونید برید نگاه بکنید. خب ما بریم آهنگ رو بزنیم. دوستان همونطور که دیدید من آهنگ رو خیلی راحت زدم، شما با تمرین میتونید از من بهتر هم بزنید، هیچ مشکلی نداریم در این قسمت. خب همینطور که دیدیم من قسمتی که میگه که این ریشه آهنگ هستش که خودتون باید پیدا کنید، من هم کمک میکنم بهتون، هم میتونید در ویدیویی که با انگوش میزنم نگاه کنید. همینطور ریشه آهنگ اینه و دموی اصلی آهنگ رو این میاره. شما اینو یاد بگیرید، کل بخشای دیگه‌اش رو هم میتونید یاد بگیرید. خب بریم ببینیم چه تنظیمات دیگه‌اش به چه صورت بود. خب دوستان من تمپویی که باش کار رو زدم روی تمپوی اصلی خودش بود. حالا شما میتونید یه ذره کمترش هم بکنید، مثلا روی 130. روی 130 احتمالاً راحت‌تر و بهتر هست. خب ما که اینو زدیم، این تنظیمات در اومدیم و بگیم که وقتی که این داره پلی میشه ما یه بار میزنیم روش، یا اول کل رو میزنیم، فهمیدید؟ اول کل رو میزنیم بعد ریتم رو عوض میکنیم، یعنی اول کل بعد ریتم. اول ریتم رو نزنید بعد کل، چون اصلا جابجا میشه. چون مثلا میگه مثلا نکن اینم با موس نوازی بود. اوکی خب حالا پهنای نوتی این آهنگ کجا تا کجاست؟ این تنظیماتی که بهتون گفتم اینو بزنیم بسش هم. پهنای نوتی این آهنگ از 2 تا سول هستش اگه اشتباه نکنم، از 2 تا سول هستش که ما دو رو 1، ر رو 2، می رو 3، فا رو 4 و سول رو 5 در نظر میگیریم که به صورت نوت عددی که در دیسکریپشن هم هست با کمک اونها میتونید این آهنگ رو بزنید. پس ما اینا رو انجام دادیم. ما 2 رو میزنیم اول آهنگ میگه. شما این بخش یاد بگیرید خیلی خوبه، ولی همین بخش یاد بگیرید ادامهش رو هم خودتون میتونید بزنید. خب 2 رو ما میزنیم، 6 بار ر رو میزنیم، 7 و 8 رو دیگه میایم روی می و فا. پس که اومدیم اینجا دوباره سول فا می ره می ره، سول فا می ره می ره، سول فا می ره می ره، نه سول فا می ره می ره. شما اون شکل اول نگاه، همین فاصله که دوی اول رو نگه میدارید تو همین فاصله باید سول رو هم نگه دارید. اعدادش هم که من توی دیسکریپشن نوشتم 1، 6 بار 2، 3، 4، 5، 4، 3، 2، 4، 3، 2 که نیازی نیست ویدیو رو آروم کنید و بنویسید توی دفتر، چون توی قسمت دیسکریپشن واسهتون قرار دادم. خب این توضیحات هم که دادیم مربوط نوت و اعداد این آهنگ بود. اکتاوش هم گفتیم، تمپوش هم گفتیم، ریتمش هم گفتیم. دیگه فکر نمی کنم بحثی مونده باشه در رابطه با این آهنگ. و اون قسمتی که دومش بود که اینجا سول فا سول می فا، سول فا سول می فا، این به این صورته که میگیم سول فا سول می فا، سول فا سول می فا، سول فا سول می فا، می فا.
میرره. اینم گفتم تمرین کنید خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید و این ویدیو رو به دوستاتون هم معرفی کنید. کانال ما جای خوبی هستش که شما بتونید ویدیوهای مختلفی رو نگاه بکنید. همونطور که از تصویر دارید ملاحظه میکنید ما تا الان چیزی اولش 30 تا ویدیو در رابطه با آموزش ارگ زدن واسهتون گذاشتیم. هر آهنگی رو که دوست داشتید میتونید از قسمت کامنت ها واسم بگید که اون آهنگ آموزش بدم، منم اون آهنگ رو آموزش میدم. ممنونم از کسانی که میان نظر میدم و نقد یا پیشنهاد خودشون رو واسم مینویسن و من از همشون قدردانم که تونستم تا حدودی خوشحالشون کنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.